عاقبت این وای است. خب عزیزای دل، بگذاریم از این صحبت رادیو آزادی. البته درباره افراطگرایی حرفی زیاد داریم ولی وقت خیلی خیلی کم است. متاسفم در همین موضوع باز امروز یک خبر نو شنیدیم، خبر بسیار تاسف آورنده است. دعوت همسر برادر ما و شما حاجی عبدالجبار به شعبه کارهای داخلی با مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم در شهر دوشنبه می روند. یک گروه و خانواده عائله دوست و برادر ما را می گیرند و می برند برای پرسش. و چنانه که من از ژورنالیست های رادیو آزادی سراغ کردم، حدود 4-4.5 ساعت همسر حاجی جبار در این شعبه پرسش میکنند و تهدید میکنند و تحقیر میکنند و مجبور میسازند که عائله حاجی جبار زایولین نویسد که شوهرش 2-3-4 زن دارد و شوهرش افراطی هست، شوهرش رادیکال هست و با خود بغدادی، ابوبکر بغدادی که نمیدونم چند سال قبل کشته شد، با او در تماس است، دائم زنگ میزند. وقتی تاجیکستان آمده سال 2016 گویا اینکه کدام سیم کارت گرفته با سوریه با کدام کسی گپ زده است یا اینکه از حساب خودش سرمایه گذاری میکنه این حرکت ها را. یعنی یک مقال تاجیکی است میگویند که ارباب میزند به هر باب. یعنی اگر که لازم شدی دیگه مقامات های انتظامی تاجیکستان مرده لنین در کلت بار میکنند و بار هم کرده بودند. چند وقت پیش در همین نارک یک جوان آوردن زدن و گفتن که زایولین بیانات نویس که لنین تو کشته ای و اون بیچاره نویس و بگردن گرفت که لنین من کشتم. اینها دارن همین کارا میکنن. تصور کنید یک خانواده، یک عائله، یک همسر، یک خواهر، یک زنی که اصلا از سیاست و از این چیزا دور است، میآیند میبرند تحقیر میکنند. به خاطر حجابش تحقیر میشود. این خواهر یعنی عائله حاجی جبار به خاطر حجابش تحقیر میشود و نفر مقام انتظامی در همون شعبه برای او میگوید که لچک سر یا انمون پارگی خر را از سرت گیر، اینجا کارخانه دولتی است. من بسیار متاسفم نفری که شما این کار انجام دادید. ببینید حتما شما خودتون مسلمان میگیرید، حتما شما وقتی مرده دعوای جنازه میکنید. من نمیدونم راستی، من حالا نمیدونم با کدام زبان با کدام لفظ به شما مراجعت کنم. من میدونم شما من نگاه دارید، شما میدونید که خدا هست، اصلا باور دارید که خدا هست در این دنیا. اگر باور میداشتید همچون کاری را انجام نمیدادید. یک زنی تاجیک خواهر همه ما و شماست. من بالکل باور دارم که شما تاجیک نیستید. من بالکل باور دارم، مطمئنم که شما منغیت هستید. همون منغیت هایی که 1000 سال، همون مغولایی که 1000 سال این ملت خونش مکیدن، شما همونا هستید. شما همون فرزنده هستید. و ایلا یک زن از خانهش بیرون کردن، از کار و باروش ماندن و 4 ساعت خب پرسش سوال کردن، دپراس کردن، تحقیر کردن برای حجابش چی معنی داشت؟ چی معنی داشت؟ شما اگر حرفی به حاجی جبار داشتید مگر تماس با حاجی جبار نداشتید؟ تمام معرکه های سفارتتان از حساب حاجی جبار است. تمام مرده و زنده تان در بالای گردن حاجی جبار است. به خدا قسم در همین 3 ماه کرانتین انا همین حاجی جبار جان هزارها نفر خریدگی است. به خدا قسم
خدایی که من خلق کرده است. اگر رسخاد نکرده باشد حدود 10 میلیون روبل زیاد همین آدم به خاطر حفظ سلامتی و گرسنه نماندن تاجیک رسخاد کردگی است. انا همین حاجی جبار. من از مکتب سازی و صدیق سازی و مسجد سازیش گپ نمیزنم. اگر برای شما حاجی جبار لازم بود، چی لازم داشت زنی او را از خانهش بیرون آوردن، بردن و 4 ساعت در شعبه کارهای داخلی او را پرسپاس کردن؟ شما نمیتونستید زنگ زنید گوید که جبار تو برای ما لازم هستی. ولی این گونه تحقیر چی لازم بود؟ تحقیر یک زن چی لازم بود به خاطر حجابش؟ بنابراین وقتی که یک نفر لازم می شود به اینا، یگان کار این مرد پیش چشم اونا نمیاد که این مرد شب و روز در خدمت ملت است. حدود 15-20 هزار نفر از دست این مرد نان میخورند، های کثیف های کثافت ها که امروز میخوای یک بند در پای این ابرمرد بندید. بدونید 15-20 هزار نفر نان میخورن از دست این. ولی من میدونم برای شما جان 15-20 هزار نفر، خانواده 15-20 هزار نفر هیچ چیز است، هیچ معنای ندارد. من میدونم امروز برادری ما حاجی جبار البته برای چشم کسی خلل رسانده ایستاده است، سیاهی کرده ایستاده است و اون کسی میخواهد از طریق من انامین فتنه ها، انامین شرمندگری ها و انا همون منغیت هایی که در کرسی ها ششتگیان پای حاجی جبار با ماده 307 و 407 و 700 که پای ما را بستن، پای حاجی جبار هم ببندن. چرا؟ زیرا حاجی جبار دیگر کارهای نیک انجام ندهد، دیگر مسجد نسازد، مکتب نسازد، به تاجیک کمک نکند. چی لازم 15-20 هزار نفر خب بیکار میمونن که چی؟ برای این کسایی که در کرسی های نرم شیشتن و خدا براشون نچلنگشون است، یعنی هرچی نچلنگشون گفت همون انجام میتین. خدا، پیامبر، مقدسات برای اینا وجود ندارد. اگر وجود میداشت این کار انجام نمیدادن. 10 بار فکر میکردی که تو خانه کی رفته سودی، برای چی رفته سودی. بالفرض اگر عائله حاجی جبار هم نمیشه، شما هر روز زنای تاجیک که میبرید تحقیر میکنید در خانه هاتون، هر روز زنای تاجیک که میبرید تحقیر میکنید. ولی امروز زنی را برده که شوهرش در واقع 15-20 هزار خانواده را نان میتید. خبر دارید؟ شما اگر میخواستید که برای بقای حکومت رحمان خدمت کنید، مطمئن باشید که تیرتان بازم خاک خورد. من نمیدونم برای، یعنی من نمیفهمم، من اصلا برای هر یک کار لوگیک لازم، لوگیک، عقل و فراست لازم برای هر یک کار. من بسیار کوشش میکنم که این کارهایی که خیانت هایی که شما انجام میتید حداقل یک عقلانیتی در داخلش بینم. هرچند فکر میکنم هیچ چیزی به فکرم نمیرسد، بسرم نمیرسد. ای خدا، اگر خب خلاف من یک کاری انجام میتید، من میدونم برای که من خب حرف میزنم، صحبت میکنم، من شما را تنقید میکنم و شما خب یه ذره حق داره که نسبت ما این کارا را انجام تید. یعنی من میفهمم این لوگیک در این هست. برای چی ما را شما خیانتکار میگویید، 307 میزنید دیگه؟ شما طاقتی شنیدنی حرف حق و تنقید را ندارید و منم این قبول دارم که خب نسبتی من شما این کارا را انجام میتید به خاطر که ما شما را تنقید میکنیم. ولی این مرد چی؟ یعنی حاجی جبار شما اصلا میدونید چیکار کردید؟ نظم 5-6 تا بازاری مسکو را از بین بردید. بنابر همین راستی وقتی این خبر را شنیدم بسیار متاسف شدم.
یعنی یک بار فشارم رفت بالا. ولی در کارهای شما نفرایی که این کار، این خیانت ها را در واقع خیانت است. شما همه کار را داره انجام میدید که مردم نسبت شما خشن شوند، نسبت حکومت بدبین باشند، خیزن شما را بزنن، بکشن و نابود کنن. شما در واقع در بالای شاخی که شیشتگید خودتان دارید اره میکنید. من نمیفهمم برای چی. من نمیفهمم برای چی. آیا رهبرای شما از این کار شما خبر دارد؟ آیا وقتی که یک کار انجام میدید از رهبرتون میپرسید که من خانه فلانچه میرم، من فلانچه را تحقیر میکنم، زنش میبیارم 4 ساعت در اینجا میقپم، شما با رهبرتون هماهنگی میکنید این کارا؟ و اگر رهبرتون این کار اجازه دهد به شما، خیانت است. خیانت به انمون دولت، به حکومت است که شما در اون خدمت میکنید. چرا؟ من گمان میکنم که یک گروهی در حکومت رحمان دارن همه کار شب و روز میکنن که این مردم ضد رحمان بشورد. این مردم ضد رحمان بشورد. شما الان این کارا داره انجام میدید. مقامات انتظامی وقتی زنا را، خواهرها را میبره تحقیر میکنه به خاطر حجابش، شما فکر نمیکنید که اون زن، اون مادر برادر دارد، پدر دارد، فرزند دارد؟ شما این فکر نمیکنید که اونا در فکر قصاص بشوند؟ این مردم حالا مرداشون هست، شما همه را نکشتید. مردای بناموسشون هست، به سر شما میبیاین. شما خودتون ناآرامی راه انداخته شدید. شما خودتون تمامی کار انجام دادید که این مردم ها بیاین به سر شما. چی در کار دیگه داعش کافتن؟ چی در دیگه طالب؟ شما از طالب بدترید، شما از داعش بدترید. شما دارید این کشور را ناآرام میسازید. شما دارید ظلم میکنید برای خواهرای اسلامی، شما برای مادرای اسلامی. چرا ما نگوییم این قرض است، این مسئولیت ما هست که ما حرف زنیم، گپ زنیم و از خواهر اسلامی و مؤمن دفاع کنیم. خب مسلمان است دیگه. من میدونم شما بو از اسلام و مسلمانی نبردید، ولی به خدا قسم غضب میکند. آخه ناموس یک مرد است. شما تصور کنید خواهر شما، مادر شما را آمده برن، اون زن سن سالش بالا است، بلند است. کدام مرد میتواند خاموش در این تحقیر بشیند، گوش کند و تماشا کند و کار نکند؟ کدام مرد؟ و اگر مرد باشد، تو کثیفی که زنی او را آوردی، مادری او را آوردی، خواهر او را آوردی، حتما دنبال کارت می شود. امروز پگان داری، امروز کرسل داری، باور کن 2 روز پس تو هیچ کس نیستی و دنبال این مردم می دروی. انا از اون روز فکر کن که چگونه گشت و گذار میکنی در کوچه های دوشنبه و تاجیکستان. از اون روز فکر کن. امروز تو پگان داری کثیفک، ولی فردا تو نکتا میشوی و این زمان بسیار تیز تغییر مییابد عزیز، تیز تغییر مییابد. انا در فکر همون روز باش، چون عائله حاجی جبار خواهر هر یک تاجیک است. همون گونه که زن 3 طفل نیلوفر رحمت الله را شما آوردید و میخواستید تجاوزش کنید در شعبه کارهای داخلی و اون زن با چشم و اشکای گریان بیرون آمد از شما، از ناحیه سینا، دقیقا همون کار از شما انجام دادید. شما گمان میکنید که این ملت این را فراموش میکنه؟ نه، هیچ وقت فراموش نمیشود. این در صفحه های تاریخ نوشته میشود.